داستان کارت بانکی شیخ محمد صالح پردیل. روز کارت بانکیم را به فروشنده دادم و با خیال راحت منتظر بودم که به واسطه کارت پرداخت خرید میکنم. اما با پیام دستگاه در تعجب ماندم. حساب شما کافی نیست. امکان نداشت. خودم میدانستم که 3 برابر خریدی کردم. در داخل کارت پول دارم. از فروشنده خواهش کردم که دوباره کارتم را بسنجد و این بار پیام آمد: رمز خطا است. این بار فروشنده با بی‌حوصلگی گفت: لطفاً پول نقد پرداخت کنید. آیا پول نقد با خود دارید؟ فکر میکنم که کارتتان را پیش تلفنتان گذاشتید و سوخته است. در راه به خانه این جمله فروشنده در گوشم صدا میداد: آیا پول نقد با خود دارید؟ یا الله، ما در کارت اعمالمان عملهای بسیاری داریم که به امید آنها هستیم. مثلا عبادتهایی که انجام دادیم، خیر و صدقاتی که کرده ایم و غیره و هاکذاهای زیاد. نکند در روز حساب بگویند که حساب شما کافی نیست و ما با حیرت بگوییم که آن همه عملهای نیکی که انجام دادیم چی شد؟ و جواب دهند: عملهایتان را در کنار چیزهای گذاشتید که کلاً سوخته از بین رفتند. کنار بخل و بخیلی، کنار حسد، کنار ریا و خودنمایش‌دهی، کنار بی‌اعتمادی به الله، کنار دنیا پرستی و غیره. نکند از ما بپرسند: نقد با خودت داری؟ و ما کیسه هایمان شکاف باشد و دستانمان خالی. یا الله، از تمام چیزهایی که باعث از بین رفتن عملهای نیکمان می شوند به تو پناه می بریم.